دوستان گرامی، برای شما چیستان‌های خلق تاجیک را پیشنهاد می‌نماییم. شما باید جواب آنها رو بجویید. چیستان یکم: این طرف اره، اون طرف اره، در میانه گوشتی بره. اکنون برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این زبان و دندان هاست. آفرین به شما. اکنون چیستان دیگر را گوش کنید. مرغ دیدم آبی، در خشکی هم میابی. و شما یک چند ثانیه وقت داده می شود تا اینکه آن مرغ رو بیابید. جواب چیستان را یافتید؟ بله، جواب چیستان می باشد مرغابی. آفرین بر شما دوستان. چیستان دیگر رو گوش کنید. تا زانو دو چوه همراه می گردند. جواب همین چیستان رو می یابیم و می فهمیم که اون چیز که تا زانو دو چوه است و آنها همراه می گردند. شما یک چند ثانیه فکر کنید و جواب چیستان رو بجویید. جواب چیستان را یافتید؟ بله، جواب چیستان می باشد موزه. آفرین. چیستان دیگر: ته سنگ، سنگ نیست. رو سنگ، سنگ نیست. مار سر است، مار نیست. چار پا دارد، گاو نیست. اکنون جواب این چیستان رو می جوییم. برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. فکر کردیم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، درست گفتید. این سنگ پشت است. آفرین به شما. چیستان دیگر را گوش کنید. خودش در درون، کوکولش در بیرون. اکنون باز فکر میکنیم و جواب این چیستان رو میابیم که اون چیز که خودش در درون است و کوکولش در بیرون. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این جواری مکه است. آفرین بر شما. دوستان عزیز، در همین جا من با شما خیر و خوش میکنم. اگر برنامه من به شما پسند آمده شده باشد، شما علامت بسیار خوب رو پخش نمایید. شاد و خرم باشید.